ولی ابزار به کار گرفته شده کیه؟ همین 4 تا مزدور وزارت اطلاعات. در این پرونده میبینیم در توطئه برای 17 ژوئن بودن و الان هم برای برپای سر پا نگه داشتن این پرونده مفتضح بازم اینا رو به کار میگیرن. این نشون دهنده چیه؟ خالی بودن دست رژیمه، یعنی میدون مانورش و عناصری که میخواد خب اینجا اومد توی تظاهرات فرانسهش به اصطلاح اومد تظاهراتی انجام بده، کاملا شکست. این اکبر اکبری از همین مواردی که رژیم دائم به کار میگیره. فرزند حسین در حالی که به خیانت بارترین شکل ممکن سعی کردم تا از اعتماد سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش برخوردار شوم، با بالا گرفتن آتش مبارزه مسلحانه احساس خطر کردم. یعنی اینم از نفوذیایی بوده که وقتی که خود عملیات زیاد شده احساس خطر کرده، لذا توطئه‌ای را طراحی کردم تا با برداشتن اسناد و مدارکی که میتوانستم از قرارگاه ارتش آزادی بخش فرار کنم بودم. من از سرنوشت خائنین دیگر همچون محمد رضا عدالتیان درس عبرت نگرفتم و این چیزا. یا این مزدور رامین دارمی که این میگه که یک نامه‌ای به برادر گرامی حاج سعید نوشته، برادر گرامیش دیگه، برادر گرامیش بله، گفته سرتیم من برادر محمد حسین صبحانی بود که به همراه علی قشقاوی، طالب جلیلیان، علی اشرفی در یک تیم بندی قرار گرفته بودیم. برادران اطلاعات روزانه نزد ما میادن و هر مشکل داشتیم حل میکردن و در این مدت با حاج محمود صحبت کردیم. اینو گفتم که بدونید که این صبحانی سرتیم علی قشقاوی بوده. حالا علی قشقاوی خودش کیه؟ این هم بذاریم فقط جهت اطلاع بینید هموطنان عزیزمون بگم که این یک نفوذی خیلی خطرناکی بوده که من شرم دارم همه چیزاشو بخونم، ولی گفته که این جزء همین پاسدارا و کمیته چیا بوده. یک بار 2 تا دختر با همدیگه در این دیدن فیلم ویدیو دستگیر شدن، کمیته آنها رو دستگیر کرد، تحویل سپاه بابل داد که این دختر خیلی جوان بودن، 20 سال داشتن و فلان و اینا. بعد اینا بهشون تجاوز کردن و تحویل سپاه دادن، اعضای فرماندهان بالای سپاه به اون تجاوز کردن، ما هم تجاوز کردیم که خلاصه بعد اینکه زیاد تجاوز کردن اونا مردن، جنازه اونا رو در پشت سپاه بابل در داخل رودخانه بزرگ انداختیم. یک بار هم یک خانواده رو به خاطر داشتن مجله و مجله خارجی دستگیر کردیم که محلشون دقیقا نمیدونم، ولی اونا هم یک دختری داشتن، اونا رو هم گرفتیم و تجاوز کردیم و استفاده از مزدوران رسوا و برگ‌های سوخته اطلاعات آخوندی به جای سند و مدرک، با آنکه یکی از دلایل اصلی رسوا شدن پرونده کودتای ننگین 17 ژوئن بود، اما در تلاش‌های بعدی دولت ژاک شیراک برای بازسازی پرونده رسوای 17 ژوئن هم همچنان ادامه داشته است. در فاصله 3 ژوئیه 1382 که این پرونده اولین ضربه را با آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت دریافت کرد، تا خرداد 1385 که با حکم دادگاه استیناف پاریس مبنی بر رفع محدودیت از کسانی که در اساس این پرونده متهم شده بودند، بخش ضد تروریسم دادستانی پاریس تلاش کرد تا پرونده خالی و بدون سند و مدرک 17 ژوئن را با استفاده از اظهارات همین مأموران اطلاعات آخوندی تحت عنوان اتهام پولشویی بازسازی کنند تا به خواست آخوندها از بسته شدن آن جلوگیری شود. این بخش از زدوبند دولت شیراک با دیکتاتوری فاشیستی ولایت فقیه البته رسواتر از قبل است. محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، پس از اعلام حکم دادگاه استیناف پاریس در ارتباط مستقیم 31 خرداد 1385 در این مورد گفت: یک رشته دیگه از فعالیت‌های که رژیم کرد و بسیار روش انرژی گذاشت، فرستادن عده‌ای از مزدوران خودش تحت عنوان اعضای سابق سازمان مجاهدین
به نزد دستگاه‌های قضایی فرانسه بود و دستگاه در اساس دستگاه پلیسی. در واقع بخشی از اون چیزی که در این سند وزارت اطلاعات الان خوندم که این در واقع دو طرف، یعنی وزارت اطلاعات، تبادل اطلاعات بین وزارت اطلاعات و دسته حول این پرونده، بخشش چه قبل از 17 ژوئن چه بعد از 17 ژوئن همین قضیه بود، در حالی که هیچی در این پرونده وجود نداشت. عده‌ای رو تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین، عده مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات از قبیل کریم حقی و سبحانی و از این افراد رو آوردن که شهادت بدن که ما در درون مجاهدین بودیم و اینا این جرایم رو مرتکب شدن، اینا جرایم تروریستی مرتکب شدن، اینا جرایم مالی مرتکب شدن، اینها از بنیادهای خیریه سوء استفاده میکنن، این مجاهدین شورای ملی مقاومت اینها در داخل خودشون سرکوب میکنن، شکنجه میکنن، از این لاتائلات. و اگر پرونده، من چون یکی از من هم محسن چون تو این پرونده هستیم و این پرونده رو بخش زیادش خوندیم، هزار صفحه پرونده تولید کرده دستگاه فرانسه، این پرونده اون چیزای جدیش، مطالب جدیش، غیر از چیزای سه انبوه اوراق اداری، حرفایی هست که 6 یا 7 نفر از مزدوران وزارت اطلاعات تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین هستند. یعنی تمام این پرونده به لحاظ اطلاعاتی سوار روی آدمایی که وزارت اطلاعات تو تهران تغذیه کرده، کوک کرده، کاغذ براشون ساخته، مدرک براشون تولید کرده، آورده داده به دسته، سازمان ضد جاسوسی فرانسه و دستگاه بازپرسی، اون چیزی که اینجا بشه قاضی تحقیق، دستگاه بازپرسی فرانسه، که اینقدر مزخرفه. در محتوا هر کسی نگاه کنه، هر آدم عاقلی که نگاه کنه می‌بینه که این حرفا دروغه و هیچ قاضی تو فرانسه، هیچ قاضی شرافتمندی نه تو فرانسه، تو هیچ جای دیگه جدی نمیگیره این حرفا رو. ابوالقاسم رضایی، معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران که خود یکی از اهداف این توطئه است، در همین برنامه ارتباط مستقیم که پس از صدور حکم دادگاه استیناف پاریس برگزار می‌شد، در مورد استفاده مستمر دستگاه ضد تروریسم دادستانی پاریس از مأموران اطلاعات آخوندی توضیحات روشنگرانه‌ای داده است. بعد از اون ضربه اولیه که زده بود، یعنی توطئه 17 ژوئن، یک ترتیبی میخواست با پول خرج کردن، با اطلاعات دروغ تزریق کردن به دستگاه اطلاعاتی اینجا و به خصوص با بکارگیری مزدوران پیشانی سیاه که برادرمون بهنام گفت، این پرونده به اصطلاح سر پا باشه و این محدودیت ها کماکان ادامه پیدا بکنه و حتی چه بسا بیشتر هم بشه. یعنی فرض کن چون پرونده خالی بود، حتما خواسته بودن که مداخله یه چیزی بگو برای اینکه این پرونده ادامه پیدا کنه. چجوری یه پرونده پوشالی و خالی از محتوا همینجوری میتونه ادامه پیدا کنه؟ به این جهت همینطور که بهنام گفت، اینها یک بسیج داده بودن برای این مزدورا که واقعا یکی از اسناد خیانتشونه این به اصطلاح مطالبی که در مورد ما نوشتن، شهادت‌های بسیار مزخرف و دروغی که نوشتن. و من فکر میکنم که من اتفاقا صحبتی داشتیم با وکیلمون که خب شهادت دروغ جرمه و اینا این شهادت هایی که اومدن مکتوب هم دادن با خط و امضای خودشون و تماما مزخرف و به اصطلاح اتهامات دروغیه، اینا با وکیلمون صحبتی داشتیم که بعضیشون 14 بار بازپرسی کردن، بازجویی کردن. بله، که قابل تعقیب جزاییه. به این جهت ما حتما این موضوع رو دنبال میکنیم. پولامون رو باید بدن، اموال یه مقاومت تحت سرکوب این رژیم جنایتکار رو خب بخشش رو اینا مصادره کردن، 8 میلیون دلار ما رو باید بدن، 200 کامپیوترمون رو که بردن باید بدن. خب چون هیچ دلیلی نداره. قبلا خودشون گفتن که اصلا یا تروریسم نیست، رفتن رو مسئله مالی
من قبلا هم توضیح داده بودم که همونجا در موقعی که در DST بودم گفتم که من مسئول مالی شورای ملی مقاومت هستم و حاضرم تک تک به اصطلاح راجع به سانتیم با سانتیم چیزای مالی شورا توضیح بدم، هرچند که پوشال بودن این پرونده از همینجا روشن بود که منی که اعلام کردم که مسئول مالی هستم با عزتون یک سوال در مورد مسائل مالی از من نکردم. جالبه که 1300 تا نیروی انتظامی رو ریختن، یه در و صبح زود با اون وضع دستگیر کردن. خب اولش میگی خب اول میان رو موضوع اتهام از ادامه میگفتن منو برای چی گرفتین؟ ولی رو موضوع اصلی هیچ سوالی از ما نشده، چون مشخصه که این نتیجه توطئه بوده و در شرایطی که بعد اتهامات پولشویی و نمیدونم این چیزا هم البته همون موقع خودشون گفتن که منبع پولها سالم بوده، بعدش هم ما گفتیم که بله، حتی کسایی که به ما کمک